فال گرفتن یک سنت قیمی و زیبا در فرهنگ ایرانی است که همیشه مورد توجه قرار گرفته. این عمل نه تنها به عنوان راهی برای پیشبینی آینده، بلکه برای درک بهتر خود و جهان اطراف نیز شناخته می شود. شعر حافظ در این میان عطر و رنگ خاصی به این عمل می دهد. حافظ، شاعر بزرگ ایرانی، با اشعارش به ما یاد می دهد که چگونه می توان از زندگی لذت برد و در عین حال به عمق معانی پرداخته. او به قدری تأثیرگذار است که حتی در فال گرفتن از دیوانش احساسات و تفکرات ما را در بر می‌گیرد. تصور کنید نشستید و از یک پیرمرد با تجربه و کهن سال فال می‌گیرید. او با دانشی که در دل خود دارد به شما نگاهی به زندگی می‌دهد که به طرز عمیقی در قلب شما می‌نشیند. حکمت او می‌تواند به شما کمک کند که مسیر زندگیتان را بهتر بشناسید. در نهایت، شیرینی و زیبایی شعر حافظ و این عمل سنتی به ما یادآوری می‌کند که زندگی پر از زیبایی است.